خوش اومدین به پارت دوم نابود کردن تاس. یک دو سه بریم با فن اتمی انجام بدیم. داره کم کم خوب میشه. اوه در آتیش میگیره بچه آتیش. یکش کلا این کارا رو توی خونه انجام ندید چون به چخ میریم. راست دیگه. ولش کن. اوه در آتیش میگیره. آجه زوب شد. در چیزی که ما نتونستیم خرابش کنیم زوب کرد. شیشش زوب کنی. فعلا نمیشه. بعد از تهش هم باید چی کنیم؟ وای میچسبه به پات. فوت کنید بیشتر میشه. بسم نکنید میشه. نکن دیگه. خاموش شد. خاموش کرد. آجی عشق کنید. دعا کنید. رفتیم چقدر هزینه. فالودرهای عزیز نگاه کنید چیزی که هیچ چی نتونست. هیچ براتون انجام نمیتونست. چرا هیچ براتون انجام نمیده این کارو؟ همیشه سابسکرایب کنید. به خاطر این میگم سابسکرایب کنید، لایک کنید. چسب این چیه رو چسبوندم کفش داغه. بچه همیشه میگم سابسکرایب، لایک، کامنت کنید. زنگوله هیچ این انجام نمیده این کارا. حاجی موچه رو بندازیم توش. که ناموسن آتیش کرد. موچه رو بندازیم توش. نه نمیخوام. بگیر دستت دیگه. چقدر ترس داره. گم شد. آتیشه داره خاموش میشه. دست من ند. حاجی میتونیم ببینیم تو چی بوده که انقدر مقاوم بوده جلوی سنگ. ببین این کاغذ. من چرا کنید این پلاستیک نیست. تخمه چی؟ به نظر من این پلاستیک نیست. من میگم این پلاستیک نیست. سلام. چجوری آتیش گرفته؟ هر جسمی شاید جز پلاستیک آبش مثل طلا آب، ولی این طلا نیست چون مشکی و آب شد. بچه اینو میتونیم بخوریمش اگر آب. اینو بدیم به سگ بخوریم. بچه یه خورده دیگه آتیشش بزن. یه خورده دیگه آتیشش بزن ببینیم چی خودش میشه. آب میشه. نه بزن دیگه. دستم موسوخه. بزن وقتی کسی تلف نکن. مثلا چهار طرف خیلیش کن. بابا خودش آتیش میگیره. بچه اینا